از نام مادر ما یا از نام مادر یک کف جان دیگه محتاج هیچی نیست، فقط یک کف دعا. حتی درکش نیست، مادر تا آخرین نفس آه بچه میگه 110 کیلومتر. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان، روز سعید جمعه با حمد مبارک شود. این همراه اکا عبدالله جان انشالله که مسیج که جدا اکا عبدالله جان چون به روز نو رسیدی شکر به اندازه کن میگه تا توانی قلب خود رو از بدی ها پاک کن. سلام علیکم و رحمت الله. مسجد زینی بردار شنگه کنید. الحمدلله سلامت باشین. جمعه را خوندیم الحمدلله. بله در اینجا قطعی نیت خوب داریم. الحمدلله به فایده تمام برادرامون، تمام غریبای ویدیو را پیگیری کنیم ان شاء الله. بخواهد حاج اکا عبدالله جان خدا نصیب کرده باشه کجا سفر میکنیم اکا؟ گفتم که در قبل این شهر رو پیگیری کنیم، ویدیو را نگاه کنید که ما کجا میریم. این به فایده برادرامون، به فایده تمام غریبای میریم. یک تفسیر میتیم. این مشکلی را بسیاری از برادرها داشتن، جستجو میکردن، میگفتن. ان شاء الله ما میریم همین اگه پیشگویی نکنیم میریم ان شاء الله خصوصا با چشم سر ببینیم. نه رحیم جان این با تفسیر برادرمون رحیم جان. بله اکا جان ان شاء الله که باوری دارم که هر روز یک چیزی میکنیم ایش ایجدا جالبتر خوبتر باید شوه. برای که کوشش میکنیم ای خیلی مسکو از وینیگورود با مسکو چند کیلومتر دوره؟ یک از مکت الله عالم خدا دروغ نکنه 50 کیلومتر قریب دورتر که با حوز اینجا با یگان 30 کیلومتر دیگه اون طرف میریم. ان شاء الله فقط انتظار باشین برادران عزیز. باوری دارم که حمد مینایسن که رحمت با پدر و مادرتون برای کاری کردگتون ان شاء الله. یا دعای نیک بکنید در زیر کامنتر که اینم اسپاک ما، اینم اسپاک خط میریم. هر جایی که رویم اینم اسپاک خط میریم. یا دعای نیک بکنید که سفر ما را الله مهربان چکنه به خطر گرد. بله خداوند گبون درش تماشا کنید. این برادران رحیمم کار کردی سعی میتونی سعی راهوی فرخور هم خیلی برف میشید. یگون چند سال شد برف ندیدی؟ الحمدلله 3 سال شد دیگه نیستم. لیک برادران نگاه کنید یگون پای نیست. اولین نفری که امروز میدرویم بعد از برف، بعد یعنی برف ما هستیم مزار مردم مسلمان، نه اینکه تاجیکا، تمام مردم مسلمانی که در فدراسیون روسیه مثال خداوند جانش هم میگیره. همه نمیره از پرش خطی اکا عبدالله جان پر معلومات میتونیم. فقط پیش ایدر اومدن یک چیز میگم برادر جانا که خاص از برای الله در حق یک ایجا خوابدگیان همه دست به دعا بردارین. دعا کنید که خداوند همه مردگی‌ها را مشکلشون را آسان کنه و خداوند فردا روز قیامت در تگ بیرق محمد صلی الله علیه و آله و سلام راست شما برادر جان. التماس میکنم ان شاء الله که خدمتشون نیست باز میداریم همش میبینیم. بسیار چیزا هست فهمیدن خوبه. بله برادرها چخیلی که ما در قبل گفته بودم یک جا میریم. امروز هم ما تصمیم گرفتیم که بیایم در حق همین گذشته های همین مزاری که تمام مسلمان ها خوابن، نه اینکه تاجیکیجا تمام مسلمان ها خوابن، یک دعا فاتحه کنیم. چون که گذشته ها محتاج دعا هستند. دیگه محتاج هیچی نیست، فقط یک کف دعا و خیر صدقات. این بار اول همین روز ما آمدیم. بعد بلندش خیلی که در قبل گفتیم یک زیاده از 25 30 سانتی متره. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل القبور. الحمدلله میداریم کل نفس ذائقه الموت. همه ما چشنده مرگ هستیم. در اینجا که میبینید تمام مسلمان ها خوابند. این را بگی دنیا یگان وفاداری نمیکنه. شاعر میگه پیش و پس ما میدویم اندر جهان مکروفن، من ز پشت زندگی و اجل از پشت من. ما نمیدونیم که در کجا ما را چی مرگ مهمان میشوه. خود در روسیه هستیم، خود در دیگه جا خارج هستیم، خود در وطن هستیم، بالاخره ما را مرگ مهمان میشوه. امروز تصمیم ما هم این بود که بیایم به یک آرامگاهی که از مسکو خیلی دور است، یگان چخیلی که رحیم جان گفتن یک زیاده از 100 کیلومتر دورتر است. بیایم در حق گذشته ها دعاگو باشیم و مقصد اساسی ما این است که برادرایی که مثلا شرایط ندارن و نزدیکاشون از عالم در میگذرن بیارن در همینجا. الحمدلله خدمتگاراش برادرای تاجیکی خودمونن، بیان در همینجا چیکار کنن به خاک بسپارنشون. و رحیم جان حاضر اینا برادرها پر معلومات میتیم که در این مزار که این لحظه قدر مردم مسلمان خوای کی زحمت کشیده زمین شکی خریده خدمت رسانی شکل میکنه. همش برای شما معلومات میتیم. یکم از جایی که برادران مخصوص برادران تاجیک خودمون تیار کردگیان از گروه سر کردگی جای شوشتن همه چیزاش باز این نزدیک میریم. دوستان عزیز شما را آگاه میکنیم که همه خیلی شهر مردای
توجیک هم برادرای هستن که در خدمت ملت توجیک هم برادرها رفتیم ما رو همسفر باشین. برادران عزیز، این همون جایی که هست بعضا شخصیت‌های هست که حالت تیز میشه یا جای شوشتن ندارن، همین شرایط را برادرای خودمون مهیا کردگیان که همو بیان پیش یگان کسیگر محتاج نشون برادرها. با کی میکنن برادرای مسلمان خودمون الحمدلله میشوین مثال جابجا میکنن، همش پای دوی ایجاد میبرن به خاک میسپرن. ما هزار رحمت میگیم، هزار رحمت که همون شخصیتایی که همین کارا کردگیان کسی باشن نباشن خاص از برای الله کردگیان خداوند نگهبانشون باشه. برادران عزیز که ما فخر میکنیم که برادر توجیک ما هم همه خیلی خدمت ملت خودش در جای باشه نباشه هیچ وقت ملت چه نمیمونه که خار شوه برادرم. چی گفت یک ابلو جان؟ خداوند هر اون نفری که در همینجا سهم خودش گذاشته از جمله برادران تاجیک که در قبل گفتیم برادران تاجیک همین را سوز کردگین اینجا جای شستنش حالا میدرویم کم یک تاریکای سوید نداره لیکن به هر صورت کم کم نشون میدیم. حالا این بسم الله گفتم میدرویم الحمدلله نکی خداوند برکت شما میتید بهترین کارها را کردین. این اینجا دو تا استول اینا استولکایی را میبینین این اینجا الحمدلله جای شستن شه مایت هم میشون اینجا و الحمدلله این اینجا میمونن و اینجا گرفته بعد اینجا میشوانشن. بهترین همینم برادرای تاجیک خودمون خیلی که گفتیم خدا عمر درازشون بده ان شاء الله اجرش اونها میگیرن و خدمتگاراش نیست از جمله برادرای تاجیک ما الحمدلله وقتی که رقمشون یافتیم و زنگ زدیم برادر تاجیک خدمت بود با لهجه شیوه تاجیکی الحمدلله گپ زدیم اومدیم خواستیم که چی کنیم خواستیم که بار دیگه میگم همین جره الحمدلله پیش از همه در حقشون یک دعا بکنیم و برادرها رو بگیم که هم خیلی یک تا مثال مزار مسلمان ها هست هر اون نفری که شرط و شرایط نداره الحمدلله میتونن که بیان در همینجا چیکنن به خاک بسپارن. بله 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 برادر جان حاضر میداره میگن که هر اون کس که اول قدم میمونه با مزار با همین جای کسی یا با نزدیکیش میگذره حتما باید در حق همین گذشتگان یک دعا کنه. هر اون کس که میدونه در همینجا مزار هست با هم خاطر ما در جامعه همین نفرانی که در همینجا خواب رفتگی ان شاء الله حاضر امروز یک عبدالله جان در حق یک دعای خیر میکنیم ان شاء الله که با دوام برنامه را ان شاء الله که باز دوام میدیم. بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخشیدیم آیات‌های کلام ربانی را اولا به رضاگی حق سبحانه و تعالی جل جلاله احد خصوصا به روح پرفتوی متعال منوال حضرت رسالتنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خلفای راشدین تبع تابعین جمیع مجتهدین خصوصا با امام اعظم کوفی صوفی رحمت الله علیه پدران مادران خصوصا با جمیع گذشتگان این منزل و مکان خدای بزرگم غریقه رحمت و شایسته جنت قبرشان را پرور و حشرشان را شاد بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. نه الحمدلله که رحیم جان باور کن میگه که ای دل تو چرا در این جهان بیخبری شبهان دراز در طلب سیم و زری از مال جهان نصیب تو یک کفن است آن هم که گمان است که بری یا نبری. بله این رو که میفهمیم بعضی ها در آب برده بعضی ها در دشت بیابان مرده لااقل نصیبشون یک کفن هم نمیکنن. این همیایی که خوبن که میبینی این همیان با مثل ما و تو چی یک روز آرزو داشتن که یک روز سفر بکنن اما صد افسوس که مرگ امروز اینها را به اینجا آورده. بله عبدالله جان درست گفتی. یک چیز برادران که هر گاهی که در یک جای یک مرده میشوه یک صدمه میشوه یک پیش قبرستان میگذری بعد مرگ در یادت میزنه. وقتی که یک کس میبینی بندگی کردگی بسیار شخصیت هایی که بعد بالای جای نماز میبرن توبه و صدق برادرها شاید که بسیار اهمیت تا حال 50% انمو ارزوی داشتن که عملی نشید عملی نشید برادرها. لیکن در این دنیا چی میمونه هر یک کسی که بی اگر همین شخص بشناسه میگه ماشاءالله خداوند جوش جنت کنه بهترین انسان بود برادرها.
این دنیا با مانند که یک سوپرمارکت میدروی همه چیز خریداری میکنی یگان کس کار نداره وقتی که پیش کس میای کوه میگه از وچکر گذرونده بتون نکجان که این جواب و سوال همین دنیایی است که در نزد الله مهربان یک خس به اجازت ایجا وجا نمیروه. برادران عزیز ما بنده ایم خطاکاریم یکی الله مهربان میگیم خداوند هممون هدایت کنه ببخشه بعضن چیزهایی هست که شاید ما یگان خطاگی کنیم بگو برادرم نومری مرا داری نومری اکا عبدالله را داری زنگ بزن بگو برادر جان کاری تا همجاش همین خیلی کمتر همین خیلی کردن در کار من خاکی پای شما میشم برادرها لیک بعضی به دلیل به فکت در کامنتر میدارین یک گپای میزنین از نام مادر ما یا از نام مادر اکا عبدالله جان یا از نام خواهر ما برادر جان این نوعی کاری مردکی نیست اینا عاقبت هممون میم همین نور هم نگاه کنه که از وطن چقدر دور درجه خوابن چقدر دور خوابن هر کس هم نصیب نمیکنه در وطن مردن در وطن بردن برادر جان اینها هم خدا را شکر میگم که خاک نصیب شدن یک خیلیش به گور و نشان و به یگان چیزی که حتی درکش نیست مادر تا آخرین نفس آه بچه میگه حداقل به خاک میسپردم دلم آرام میگیره. افسوس که متاسفانه امروزها به قدر یکدیگر نمیرسیم همون مهر و محبت کم شده است متاسفانه هست لیکن کم شده است. بیاید در زندگی به قدر یکدیگر برسیم در زندگی احترام یکدیگر را به جا بیاریم در زندگی دست یکدیگر را بگیریم. امروزه ای کار ما هم خودنمایشی نیست برادر جانان مقصد اساسی ما این است که اینمی مزار را نشان دهیم همون نفرهایی که مثلا ندارن مشکلشون آسان شود بیارن همینجا در خاک بسپارن. شاید نفرهایی هستن که 20 ساله ها 30 ساله ها همینجا آمده زندگی میکنن تمام خش و تباراش قطعی اما نمیدونن که یک مزار تاجیکا مسلمان ها باشه یک مزار مسلمان ها باشه آورده در همینجا دفنش بکنیم و چی و هر گاه اومده در حقش در سر مزارش دعا بکنیم. باری دیگه میگم در یگان نقصان شده باشه در نوار ما یگان جوش اگر از روی تکبری شده باشه پیش از همه الله ما را ببخشه و دعا بکنین که انشاءالله که ما را در راه راست باز هم هدایت بکنه. اکا عبدالله جان بله پیشکا تگریان که اینا باور که یخ کردیم اینا بس کو بزا دکان اینجا چند کیلومتر دور مونه که دکان میره میگی اوه دکان آخر Алиса улица Братславская 6 Показываю варианты. نواز یک دقیقه نگاه کن 2 ساعت و 37 минут نشان دو بیسته ماشاءالله انا که کیلومترش انشاءالله Маршрут میبینیم построен. 110 کیلومتر 110 کیلومتر انا برادران عزیز ما و ریگا قطعی همجا راست حال میبرویم راست براتسلافسکای 6 میریم انشاءالله ما زیارت شو اینجا میریم با خیر کم دیگه صحبت میکنیم قطعی برادر انشاءالله انشاءالله برادران خیر خوش در دکان میکنیم به خاطر که 15 گذشت امروز یا 16 آیا بله با انشاءالله برادران دا میگیم که ای 16 تا 30 چی توفه ها انشاءالله که هر اون نفر که میبیاد چی توفه ها آماده کردیم الحمدلله برای شما میگیم و همون جدا انشاءالله با شما خیر خوش میکنیم نوارا انشاءالله که محکم میکنیم این بهتره شده برادر گورا نکشتر اینجا یا برو در همون توفه ها رو گاب زنی تو فورا چی بهترین چی ایده داریم خاک عبدالله جان قرآن گفتیم موشینکا گفتیم انشاءالله که همه شموندیم بیا میدانی چی کار میکنیم بچه یک فکر دستم اومد یکم ای تشنگی یک آبی زمزم کنم معلم جان اینا آب زمزم انا با نیت شفا میخوام میگن یک قطرش برای یک بار کفایه انا که دویم شما میگم برادر خب دویمش یک تا تسبیح فسفر نه اینا میره الحمدلله ما میگم ای ماشاءالله میگن ذکر میکنن نه ذکر دتا اگر نه سیم میدونی چی را میمونی وقت جان در نورات گپ میزنی توقیوی ماه ستاره داره کو ای انا مو میمونه سیمش توقیوی ماه ستاره یک تا ایم برادر انا ای انا می خدی خدش ای انا میونی گو که بهترین انا که چهارم شما را بگید این اینجا مسواق هست یک تا مسواق اوه بهترین فکر انا یک تا مسواق انا که برادر جون نگاه کن هر اون نفر که از 15 تا 30 دکبر مهمان ما میشود اجامه میگیرد انا می 4 چیز نصیب اون میشود. بله برادر جون یک چیز واسه هر یک شما برسونم دوستان عزیز سبب رکلام کردن ما در یک برادر جان عزیز که هر آن جایی که ما در برنامه امروز یک برادر جان
قدم میگذاریم این با همه با سرپرستی این مرکز خدمت رسانی زیارت شاب میشه دوستان عزیز. راست خدای ما را بگیم мягко говоря همین زیارتشاب میپوشانند به هم خاطر دستگیری شما پیشروی کاری ما بله برادران، به همین خاطر یه لایک همون برادر جانم نوارا با دوستا با رفیقات پنگ که انشالله که بهترین کار میشه. انشالله از همین روز تا سیما هر کسی که میدوید مرحمت کنه 4 تا تحفه. بله ما در همینجا نمیریم. حاجی زنگ بزن بخیر بیا برادرم، ما انتظاری هر یکی شما. سلام علیکم و رحمت الله.